سرخط خبرها. هر وقتی که او حمله کردن و ما برشان گفت هستیم که ما قاطعانه پاسخ میدیم و تا حال ایت مواردی هم نشده که اونا حمله کرده باشن و حملهشان به پاسخ مانده باشن. هشدار تند کابل و اسلام آباد: هیچ حمله بی پاسخ نمیماند. در پی حمله های پسین رژیم نظامی پاکستان به خاک افغانستان، رئیس ستاد ارتش امارت اسلامی این حمله ها را غیر قابل تحمل خواند و گفت هیچ حمله بی پاسخ نمانده و نخواهد ماند. فصیح الدین فطرت حضور تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرد. ادعای تازه درباره حضور نظامیان پیشین افغانستان در عملیات بر ضد بلوچ‌ها. ماهرنگ بلوچ، فعال برجسته حقوق بلوچ‌ها در پاکستان، میگوید شماری از نظامیان پیشین افغانستان در عملیات جاری علیه بلوچ‌ها در کنار نیروهای پاکستانی حضور دارند. او در پیامی که از زندان منتشر کرده از رهبران حکومت پیشین افغانستان خواسته این ادعاها را به گونه جدی بررسی کنند. به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمیدهیم و نخواهیم داد. و ادامه جنگ آمریکا و ایران. ایالات متحده بار دیگر ایران را بمباران کرد. جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را با موشک و پهپاد زد. ترامپ گفت امشب نیز ایران را شدید بمباران می‌کنیم. سپاه پاسداران اما از پاسخ فوری و قاطع سخن زده است. سلام، وقت شما بخیر. به خبر 5 از یک با میزبانی من اسماعیل سادات خوش آمدید. فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش امارت اسلامی، حمله های پسین رژیم نظامی پاکستان بر خاک افغانستان را غیر قابل تحمل خواند و اعلام کرد که تا اکنون هیچ حمله پاکستان بی پاسخ نمانده است. آقای فطرت حضور تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرده و گفت به هیچ گروه اجازه داده نمی شود از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده کنند. برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم احمد رشاد زریر از استودیوی دو با ما وصل. سلام زریر، وقتت بخیر. در اوج تنش کابل و اسلام آباد مهمترین سخنان رئیس ستاد ارتش امارت اسلامی چی است؟ سادات، آقای فطرت به مجموعی از مهمترین سوالات مردم، هم مردم افغانستان و حتی پاکستانی ها پاسخ داده که هر از گاهی که پاکستان طی یک سری حملات غافلگیرانه تجاوز میکرد به خاک افغانستان و افراد ملکی و خانه های ملکی را بمباردمان میکرد، مردم در ذهنشان سوال میشد که آیا امارت اسلامی پاسخ خواهد داد، پاسخ میده یا خیر. حالا آقای فطرت به این سوالات پاسخ داد. اول گفت که ما هیچ حمله، هیچ تجاوز و هیچ حرکتی پاکستان در خاک افغانستان را تحمل نکردیم و نمیکنیم و گفت تا اینک یک حمله پاکستان بدون پاسخ نمانده و هرچی حملات و تجاوزاتی که پاکستان به خاک افغانستان انجام داده بر روشی ما پاسخی او را حتما دادیم. اما گفت تفاوت رفتار ارتش افغانستان از ارتش پاکستان چیست؟ اونا خانه های ملکی را میزنن، ورزشکارا را میزنن، زنا را میزنن، کودکا را میزنن، معتادا را میزنن، دکترا را میزنن، افراد مسن میزنن، ولی ما در پاسخش هرچی حمله کردیم به مقر نظامی اونا کردیم و اعضای ارتششان را از بین بردیم و تأسیسات نظامیشان را نابود کردیم. حتی همین عملات هوایی که اخیراً با پهپادهای ساخت افغانستان اینا انجام دادن به یک سری تحرکات در داخل پاکستان که تهدیدی برای امنیت منطقه و افغانستان بود. این نکته اول. نکته دومش هم تاکیدش این بود که هیچ یک از گروه‌هایی که پاکستان متهم میکنه افغانستان را در خاک کشور نیستند و امارت اسلامی از اول تا اینک و آینده متعهد به این است که از خاک افغانستان تهدید علیه هیچ کشوری نیست. البته اخیراً پاکستان یک سری رفتارهای غیر عادی دیگری هم کرده که به او خواهیم پرداخت، اما امارت اسلامی و رئیس ستاد ارتش تاکید داره که همه تحرکاتش را زیر نظر داره و اگر پاکستان حمله یا رفتار متجاوزانه دیگری هم انجام بده، با وجودی که در مقایسه با ارتش افغانستان مجهز نیست، ولی با تاکید بر شجاعت و دلیری مردم افغانستان گفته که با ارتش افغانستان گفته که ما آماده پاسخهای کوبنده هستیم و هرگز اجازه نخواهیم داد. و این همزمان است ساده دیگی که در نتیجه حملاتی که پاکستانی ها اخیراً بر مناطق هممرز با بالا خط فرضی دیورند در نزدیکی اونجا انجام داده بودند، مولوی سراج الدین حقانی
وزیر داخلی افغانستان هم تازه سفری داشته به ولایت مرزی و در پکتیا و پکتیکا اونا رفته به خانواده های داغدار دیدار و نشست کرده و این پیام را رسانده که ما انتقام خون شما را هم زمین نخواهیم گذاشت و برای امنیت بازماندگانتان هم از هر تلاشی دریغ نخواهیم کرد و خواسته برای پاکستان هم این پیام برسانه که دولت هوای مردم را به ویژه مردمی را که مورد حملات متجاوزانه پاکستان قرار گرفتن داره. بسیار تشکر. و همزمان با این ذریع گزارش‌های از جابجایی نظامیان حکومت سابق افغانستان در پاکستان و مبارزه یا جنگ اونا بر ضد بلوچ‌ها هم دست به دست می شود و ماهرنگ بلوچ که فعال حقوق بلوچ‌ها است از این بابت نگرانی کرده. جزئیات از این گزارش و از این خبر چی است؟ بله، ماهرنگ بلوچ که از چهره‌های بسیار شاخص و برجسته بلوچ‌ها و از آزادی طلبای بلوچ است که همکنون در زندان است و خب خانوادگی کسی بود که در رهبری بلوچ‌ها بودن و همیشه صدای بلوچ‌ها را بلند کردن به دنیا و یکی از دلایل زندانی بودن ماهرنگ بلوچ هم همین است که حقوق مردم، حقوق حقیقی مردم بلوچ و حتی پشتون او طرف خط فرضی دیورند را همیشه صدا کرده، مثل آقای عمران خان و دیگران. و خانم بلوچ در اظهارات جدیدش یک تلنگر داده به مردم افغانستان، گفته که یک سری مهره‌های از حکومت سابق جمهوریت قدیم در افغانستان، گفته اینا اومدن در پاکستان جابجا شدن، در کنار ارتش پاکستان علیه مردم بلوچ و علیه حتی مردم پشتون در اونجا تحرکات نظامی انجام میدن و در واقع در جنگ با مردم بلوچ هستند. خانم ماهرنگ خطاب به مقامات پیشین حکومت و کسانی که ارتباط دارند با این مهره ها و حتی خطاب به حکومت کنونی و خطاب به مردم افغانستان گفته که شما متوجه تحرکات باشید. چرا؟ گفته که مردم بلوچ با مردم افغانستان پیوند دیرینه قدیمی سابقه نزدیک به 100 ساله دارند. پیش از اینکه پاکستان به میان بیاید بلوچا و افغانها با هم ریشه داشتند و با هم رفت آمد داشتند و خانوادگی داشتند. بناهن بر اساس حسن هم ریشگی و به اساس احترام متقابلی که بین این دو ملت است، هوای این معضل را داشته باشید و اجازه ندین که بیش از این ارتش پاکستان از مهره های افغان علیه بلوچ های پاکستان استفاده بکنه و گفته این میتونه برای امروز آینده روابط دو ملت و حتی دو کشور اثرگذار باشه که البته ما شاهدی هستیم که بلوچ‌ها و پشتون‌ها در سالهای اخیر فعال شدن، هم تحریک طالبان پاکستان هم آزادی طلبای بلوچ که همی خانم ماهرنگ صدای اونا را بلند میکنه و تعداد دیگر از سیاسیون و علمای پاکستان صدایشان را بلند کردن و کسانی که مسلح هستند علیه ارتش پاکستان چالش‌های جدی را ایجاد کردن. حالا پاکستان در کنار اینکه همیشه متهم است که مردم خودش را بمباران میکنه، مردم خودش را ناپدید میکنه، اکثریت جوانها و افرادی که از بلوچ‌ها و پشتون‌ها پاکستان بازداشت کرده هم ناپدید شدن به شکل عجیب و غریبی. گفته که در کنار از این حالا میخواد از مردم افغانستان هم استفاده کنه، کسانی که حالا در حکومت نیستن سابق بودن و به هر حال مهره ارتش پاکستان شدن علیه ملت که مشترکات با ملت افغانستان داره. بنابراین متوجه این باشین. البته اخیراً ما شاهد یک سری تحرکاتی از گروه‌های بودیم که گویا امارات اسلامی گفت که اینا در همکاری با داعش و حالا یک سری گروه های دیگه میخوان که هم برای امنیت منطقه هم افغانستان تهدید ایجاد بکنن. بنابراین ما دیدیم که یکی دو تا حملات هوایی هم که اخیراً انجام شد به پایگاه های همونا در مناطق از بلوچستان و خیبر پختونخوا شد. بسیار تشکر. زریر اگر موافق باشی در آخر به اوضاع داخلی پاکستان بپردازیم و همچنان در منطقه چی میگذرد؟ پاکستان که پس از درگیری اخیر بین ایران و آمریکا که همکنون به اوجش دوباره رسیده، یک بار دیگر اعتبار خودش را از دست داده و عملا تفاهم نامه‌ای که به نام اسلام آباد امضا شده بود منیر و شهباز شریف ابتکار او را داشتن به چالش خورده و مشخص شده که پاکستانی ها استقلالیتی در میانجیگری نداشتن و در واقع دیکته شده بودن، چیزی که آگاهان در این بحث‌های ما مطرح میکرد و ما هم در پردازش‌ها تومان بخش‌های از او را بی پرده ساخته بودیم. حالا
همکنون پاکستان که دیگر نقش میانجیش را در منطقه از دست داده، در داخل هم درگیر است با مسائل خودش، هم بلوچ ها، هم پشتون ها، هم سندی ها و حتی شمار زیادی گفته میشه از خود پنجابی ها هم حالا متوجه شدن که حکومت حاکم بیشتر از این که به فکر مردمش باشه اولویت های دیگری داره و بیشتر از این خودسالار و خودگر عمل بکنه، به اشاره و به دیکته نشانه های بیرونی دیگری عمل میکنه. بنابراین این یک مسئله است که در داخل با چالش های فراوان خود حکومت پاکستان مواجه است، ولی طرف ما میبینیم که بمباران شهرهای ایران و در پاسخ به او موشکباران شهرهای حدود 9 کشور شامل عربستان سعودی توسط حوثی‌های یمن موشک پراکنی شد طی 24 ساعت گذشته. خب در خود یمن در صنعا هم بمباران شد. ما در قطر، کویت، اردن، عمان، امارات متحده عربی و شمار دیگر از کشورهایی که از طرف ایران موشکباران میشن شاهدی ای هستیم که یک بار دیگر همین آبراه تنگه هرمز و کل خاور میانه در کنار افغانستان و پاکستان این طرف کلا بندر چابهار و اقیانوس آرام در حال تبدیل شدن به یک جو آتشین است که خطر یک جنگ بزرگ دیگر و تمام عیار دیگر در منطقه ای طرف هم بالاست و با این حساب که مرتبط جنبندش بکنم یک بار دیگر معلوم میشه که پاکستان به عنوان میانجی نقشی که انتظار ازش میرفته و خودش اداش در می آورد عمل نتونسته. بسیار تشکر از جزئیات و حضور در بخش خبر زریر. بلال آریان همکارم در این مورد گزارش دارد. بیش از یک ماه از حمله های اخیر رژیم نظامی پاکستان بر خاک افغانستان می‌گذرد. حمله هایی که چند ولایت افغانستان را در بر گرفت و نزدیک به 200 تن کشته و زخمی بر جا گذاشت. امارت اسلامی در آن زمان اعلام کرد که بیشتر قربانیان زنان و کودکانند. اکنون اما در پی افزایش تن شامیان کابل و اسلام آباد، فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش امارت اسلامی حمله های اخیر پاکستان بر خاک افغانستان را غیر قابل تحمل خواند و اعلام کرد که تاکنون هیچ حمله پاکستان بی پاسخ نمانده است. پاکستان خو در این اواخر کدام مسیر و طرزی را که اختیار کرده و برخی از نقاط سرزمین ما حمله کرد، این بیخی برای ما غیر قابلی چی است تحمل است و می خاطر هر وقتی که او حمله کردن و ما برشان گفت اگستیم که ما قاطعانه پاسخ میدیم و تا حال ایت مواردی هم نشده که اونا حمله کرده باشن و حملهشان به پاسخ مانده باشن، ولی متاسفانه رژیم پاکستان خب چیزی که بسیار واقعا در دهنده است، این یک رژیم صفاک و خوناشا مثل که هر وقت که حمله کرده تا حال او بالای مردم غیر نظامی ما حمله کرده. به گفته آقای فطرت، رژیم نظامی پاکستان در حمله های خود غیر نظامیان را در افغانستان هدف قرار می دهد و امارت اسلامی در پاسخ به این حمله ها هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نداده است. TTP خو یک بهانه است که پاکستانیا جور کرده هستند. اصلا پاکستانیا خودشان با برخی از نقاطی که گویا میگن خاک ماست اونا حمله میکنند، حمله کردند. پیش در زمان امارت اسلامی رمنی، بلکه پیش از دوره امارت اسلامی در زمان جمهوریت حمله کردند، خانه های مردم ویران کردند، تخریب کردند، بمباردمان کردند و مردم مجبور شد مهاجر شدند به افغانستان. اصلا او TTP که سالا داشته باشه و جنگ بکنه علیه پاکستان و در افغانستان نیست و ما برش اجازه هم نمیتیم در افغانستان. ما این وعده داده هستیم و به وعده خود وفا هم میکنیم که ما خاک افغانستان به ضرر هیچ کشور دیگر استعمال استفاده نمیشه و اگر کسی بخواهد که اینجا استفاده بکنه ما برش اجازه نمیدیم. که TTP باشه که هر کسی دیگه که باشه. رئیس ستاد ارتش امارت اسلامی ادعاهای مربوط به حضور تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرده و گفته است که این گروه در افغانستان حضور ندارد. او تاکید کرد که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و به هیچ طرفی نیز اجازه داده نمی شود از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده کند.
این در حالی است که سراج الدین حقانی وزیر داخله امارت اسلامی با خانواده‌های قربانیان حمله‌های اخیر پاکستان در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا دیدار کرده و از نزدیک وضعیت آسیب دیدگان را بررسی کرده است. در این دیدار یکی از اعضای خانواده‌های قربانیان گفته است که تمامی جانباختگان این حمله غیر نظامیان بودند و بیشتر قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. وزیر امور داخله اطمینان داده است که همکاری با خانواده‌های آسیب دیده ادامه خواهد یافت و کمک‌های لازم برای رسیدگی به وضعیت آنان فراهم خواهد شد. و به همین ترتیب می‌رسیم به پایان بسته خبری 5 در یک وقت. با شما خوش. خدا نگهدار.